که در شور و طغیانش دردانه‌ها و مرواریدهای نهفته است که با گذشت روزگاران هنرشان جلابخش صحنه و در دل و خاطره ها ماندگار است. اگر امروز از استعداد نفران دیدن بکنیم و اطرافشان حرف میزنیم، به محابد ایشان قابل ستایشند، چون که آنها با هنر و مهارتشان هر یک خدمت ارزشمند نمودند. و امروز مهمان نوبتی ما بیننده های عزیز هنرمند پرکار قربان حامد است که میخواهیم ایشان را در آینه نظرهای شما قرار بدهیم. قربان اصلا مهمش همین که به سهل نگاری چندان سازش کرده نمیتواند. دوی ما قربان حامد در جستجو است. کل رگ و خون و پودی وای همش هنر است، همش هنر است، همش هنر است. هنر چیست و هنرمند کیست؟ هنوز مولانای بزرگ گفتند که زهی دریا که اندر وی همه غرقند و حیرانند، چو ماهی غرقه دریا و دریا رو نمیدانند. همو اول، همو آخر، همو ظاهر، همو باطن، همو در سر، همو در سیر، که از این سیر جمله حیرانند. و هنرمند، باطن هنرمند، سرشت هنرمند، این سیر است که تماشابین بعدی که به تئاتر آمد یا وارد تالار سینما شد و فیلم های آفریده تماشا کرد، از این سیر واقف می شود. هنوز ارسطو گفته بود که هنر آن چیزی که طبیعت انکشاف داده نمی تواند، تکمیل داده نمی تواند، آن را کامل می گرداند. و هنر این زندگی واقعی است، این پذیرفتن واقعیت است، یعنی برابری نبض زمانه قدم زدن و حتی از اون پیش گام زدن است. درک نمودنی دردی جامعه انسانی. هنر این عشق است، این محبت است، این دوستی است، خیرت است، این میهن پرستی است، این زندگی است، دوست داشتن است. هنر این پذیرفتن واقعیت است. هنر در اصل خود رویاست. هنر چون گوهر است، نور است که در باطن هنرمند لانه میگذارد. هزاران هزار احساس، تخیلات جمع می شود و روز یا روی صحنه یا در سینما چون نورهای آفتابی تابان خورشید به قلب تماشابین وارد شده، او را مجبور می کند که برابر هنرمند درد کشد، زندگی کند، حتی اشک ریزد. و این هنر است. در یاد دار، باران نمیتواند هر نقشه را که در آن جوهر معنی گذاشته است نیست کند. تأثیر او تنها به شکل است، نه به اساس. تنها
رنگی که معنا او را ترک کرده است شسته می شود و به زمین می رود. این رنگ ها اشیای آفرینشی شکلند و هر یکی دارای خصوصیت های ناتکراری هستند که افاده کننده ای معنای در شکل جایگیر شده ای اساس را تجسم می‌کند. از که شما دنبالگیر هنر شده؟ وقتی راستی گپ در دهه صنفای 6-7 بودم. شادروان پدر ما اصلا عبدالزاهد حمید متیماتیک بودن ولی کمبور می نواختند، سرود می خوندند و در مکتب دهه همین خیلی یک محفل برگزار شد و روزی به من یک نقش دادند که در همین محفل برآمد میکنی. از همون لحظه ها در دل من مهر هنرمند شدن، اصلا اکتیور شدن پیدا شده بود و من حتی یک چیز رو نقل کنم که وقتی که صنف 10 رو تمام کردم پدرم من فنهای فیزیک و متماتیک بسیار خوب میدانستم. مرا به دانشگاه ملی آوردن، حجتم رو به فاکولته فیزیک سپردن. باور میکنید؟ خودم این رو نمیخواستم ولی به پدرم چیزی گفتن نتوانستم. راستی گپ بعد ما دیوار میزدیم، تابستان بود، ماهای ایون بود به فکرم، دیوار میزدیم، قریب بیگاه شد ما لوی رو تمام کردیم. پدر دیوار میزدیم ما لوی میبریدیم، همراه برادرم میرعلی لوی میدادیم. بعد آهسته برادرم گفتم که برادر من میرم حجتم رو گرفته دانشگاه صنعت میبرم. او گفت که پدر من نمیگویی؟ گفتم اول میبرم جا به جا میکنم بمی بیام میگویم و همین طورم شد. حجت های رو گرفتیم دانشگاه صنعت بردیم. پگویش بعد پدر خبردار شدند. آزرده خاطر نشدن؟ نه راستی گپ خودشون هم خوش قبول کردن و بعد همین خیل به رشته صنعت، به رشته فرهنگ و تئاتر وارد شده. مرحمت درک شده. السلام علیکم آقای امیرعلی. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلام علیکم. مرحمت جو دادن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید برادر. سلام علیکم. این کس اکای دلشد از شهر اومدن. مانده های کار. سلامت باشید. خوش آمدید. من نماینده اداره وکالتداری حقوق انسان. تینجای دادر ما یگان گناه کردیم. اگر این درخت رو گویدین خدا چپشو در بر همسایه ها شوید. خیلی اکتور عجایب است. من در تئاتر اهوران بسیار نمایش های وی را تماشا کردم. اکتوری هست که مثلا از حیات یک چیزی برای خود ذره ذره جمع کرده آن رو به پیش تماشابی میبرد. وقتی که خواهش کردید، مهر کردید نسبت هنر، خواستید که هنرمند شوید و میشود همون لحظه که به همون کسب مهر میکنی، البته که مهر به همون اون نفرانی میکنی که در همون کسب علاقه موفق شدن، مشهور شدن. همون لحظه ها کی رو یعنی پیروی میکردید یا هنر کی رو میپسندیدید بیشتر تماشا میکردید؟ ببینید دوران کودکی و جوانی ما بالای صحنه تاجیک یک زمره هنرمندان بودند که یعنی شهستون‌های تئاتر تاجیک بودند. بله. اصلی برهانوف، شادروان، محمد جان قاسیموف، محمود واحیدوف، گرمین زوخی بیکوف و مریم ایسایوا، صوفیا تویبویوا. این هنرمندانی بودند که آنها ستاره‌های درخشانی نه تنها صنعت تئاتر تاجیک، صنعت تئاتر شوروی بودند. بله. و هیچ فراموش نمیکنم شادروان پروفسور نورجانوف، نظام نورجانوف، هر باری که آنها در درس ها درباره این بزرگان تئاتر سخن میگفتند باور کنید با تمام احتراس، با تمام وجود حرف میزدند و افتخار هم میکردند. و راستی من هم بسیارتر محمود جان واحدوف رو به حد دوست می داشتم. اسکر عبدالرحمانوف، انا قلمشاه خلیلوف در تئاتر قرغون تپه، شوکت خلیلوف
بعد بهترین استاد من فاروق قاسم است. ما یک جا کار کردیم در تئاتر اهورون وقتی که تئاتر تشکیل شد و استاد روحشون شد بود فاروق قاسم شاگردان رو دعوت کردند و قربان نیست همراهی ما کار کرد و این کورس همشون گفته میتوانم که درسی استاد فاروق قاسم رو گرفتند و در کجایی که کار میکنند خیلی هنرپیشه های با مهارتند، چی در تئاتر جوانان، چی در تئاتر لاهوتی، چی در تئاتر اهورون. اینا یک شخصیت های هستند که هنر برای هنر آفریده شدند. اون نمیگه که من رژیسورم، کارگردانم، نمیگه که من هنرمندم، این نقش من دیگر کاردان هستم. کجای میرویم همه چیز به دیتیل به یادم میرسونند که این در ایجادات خیلی مهم است. نمایشنامه‌هایی که استاد آفریده است، خصوصا یوسف گمگشته باز آید به کنعان، وقتی که ما این نمایش را گذاشتن، یعنی ما همراه استاد بودیم، ما در کجاها کار نکردیم، تئاتر جای نداشت. بله. در لب دریا، تئاتر اهورون، بله، در چایخانه، چون نمایش روی صحنه آمد، در تالار اتفاق نویسندگان نمایش بازی میکردیم. همه در زال نشسته، همه زیایی. یعنی برای ما یک جوابگری بود، یک امتحان سخت‌ترین بود. باری اول تئاتر اهورون در نزد تماشابین نقطه سنج، یعنی زیایی های تاجیک برآمد میکردیم. حتی در تالار نفسکشی مردم، یعنی تماشابین حس کرده میشد. برابر نبض نمایش مردم نفس میکشید و زندگی میکرد. نخست کابل هایی که برق میدادند، روشنایی میدادند در گرفت. ما نمایش رو بازی کرده شدیم. از پس آوازی فاروق آمد که اهمیت ندید و بعدا ما دیدیم که پیجک در دست استاد فاروق بالای صحنه آمد و کابل ها رو آتش رو زده خاموش کرد. پور روشنایی خاموش شد. شم برآوردیم بالای صحنه و همه جا شم گذاشتیم و در روشنایی این شم ها ما نمایش رو انجام پذیرفتیم و بهای بلند گرفتید. و ببینید وقتی که نمایش تمام شد ما همه بالای صحنه، یک کس از جاش نمیخیزد، یک کس قرصک نمیزند. دقیقه ها همین خیلی دوام کرد. وقتی که استاد خودشون بالای صحنه برآمدن قرصک زدن، بعد مردم خیسته به خود آمدند و به وجه قرصک زدی کردند. همه اشک شادی میریختیم، گریان بودیم. بعد که پس صحنه اومدیم، استاد پیجک رو کشودند. در اون استر پیجک همش سوختگی بود. آرام باش، به خدا تو گپی مرا ناز گوش نکردی. مادر جان تو حتما برمیگرده، لیکن حالا وقتش نرسیده است. میدونی باید در شکل نو برمیگردد. تنها تو را باید شناسی، از آمدنش غافل نما. با این انامین نمایشنامه یوسف گمگشته صاحب جایزه های بین المللی نیز گردیدید و سفرهای هنری نیز داشتید. با استاد فاروق قاسم اولین مرتبه به ایران زمین سفر کردیم. با یوسف گمگشته باز آمد به کنعان و در همانجا شاه جایزه آزمونی که در ایران گذشت و بیشتر از 12 تئاتر ایران و یک چند تئاتر از شوروی، از آذربایجان بودند، ارمنستان بودند، گرجستان بودند. در بین همین تئاترها نمایش یوسف شاه جایزه را صاحب شد و همین طور ما در طول 10 سال 13 مرتبه به ایران سفری هنری داشتیم. حتی واقعیت کار این بود که بار ما 2.5 ماه به ایران سفر نمودیم و در تمام روستاهای و شهرها و دهه‌های ایران نمایش بازیگری کردیم. یعنی این از هنر والای تاجیک درک می‌دهد که شما رو به یعنی خارج دعوت می‌کردن. بله،
тоҷикистонро каъбаи театр меномиданд. ҳатто мунаққидои Москав омада намоишҳоро тамошо мекарданд ва намоиши Исфандиёру Юсуфро ба Москав даъват карданд. ва намоиши Юсуф дар Москав шоҳҷоизаи театрҳои шӯравиро соҳиб шуд. баъдан мо бо намоиши Юсуф дар Белҷик будем, дар Ҳолланд будем, дар Лаҳистон будем, Ӯзбекистонда будем ва дар тамоми ин ҷашнвораҳое ки мо ширкат кардем, намоишҳои Фаррухи Қосим дасти холӣ наомадед. бо шоҳҷоизаҳо баргаштааст. ва дар ҳақиқат ин мард Фаррухи Қосим абармарди театр буд. من میخواهم مکتب رو تمام کنم و دانشگاه داخل شوم. چی؟ دانشگاه؟ تو میدانی که برای به دانشگاه داخل شدن چقدر پول در کار؟ ما باشیم روزمون رو بزرگ بگذارانیم. نگاه کردم میستم که کار تو دانشگاه رو تمام میکنی. با امید معلومات عالی پیر دختر میشوی. چرا خیلی نگوید چجا؟ یه شد! خوش خرامان می روی ای جان من به من مرا، ای نگاه دوستان در بوستان به من مرا، ای فلک به من مگردو ای قمر به من متاب، ای زمین به من مباشو ای زمان به من مرا. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان به من مباشو آن جهان به من مرا. زیاده از 15 سال است که با تلویزیون همکاری دارد و همچون مؤلف و تهیه‌گر پیشکش مخلصان می‌نماید، یعنی پند و اندرس هایی که میتواند همگان را تربیت کند. به مثال بی‌غرض پند و دیگر مادرنامه‌های زیاد دارد. آدمیت چیست؟ احترام والدین را داشتن، دانه نیکی به قلب باز کاشتن، شیر مادر را مقدس داشتن، در دم پیری اساسشان هم بودند. واقعاً در طول این سالهایی که با تلویزیون همکاری داشتم و دارم، برنامه‌های پند اخلاقی بی‌غرض پند، ترانه وطن، نور خیرات، نویله‌های تلویزیونی و چیزی که شما گفتید، مادرنامه‌ها به تماشابینان پیشکش کرده شد و اصلاً چیزی رفته است در زندگی من که من سفر رو دوست می‌دارم و بیش از در 40 مملکت دنیا بودم. اگر خطا نکنم قریب تاجیکستان رو دهه به دهه گشتم و تمامی صحبت‌هایی که با پیران خیره داشتیم، با آموزگاران داشتیم، با جوانان و با نورسان داشتیم، همه آنها یک دفتری بزرگی دارم، در آن قید می شود، نوشته می شود و همه این ایده ها و همه این صحنه ها از خودی مردم است و این برای من همچون یک هنرمند، یک انسانی که در تلویزیون کار میکند، در تئاتر کار میکند، یک دنیا است، یک عالمی ناتکرار است. زینب! بلای آدمی باشد زبانش که در وی بسته شد سود و زیانش. بدبخت کسی است که درباره نکویی و نکوکاری اندیشه نمی کند. از انصاف و ایمان و پاکی و صفا دور است. از رذالت و جهالت در رفتار و گفتارش آب خورده است. رو نیکی کن که در نیکی داند، او نیکی را ز نیکوان نستاند. عیب خود ابله نبیند در جهان، باشدن در جستن عیب کسان.
خوی بد را نیک کردن مشکل است. جهد کردن بهر آن به حاصل است. او تمام کارها را آنچنان سرشته‌کارانه به انجام می‌دهد که گویا که فقط همین کاری که حاضر به دستش افتاده است همین کار این آخرین کاری است و به هر کار خیلی 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 جدی نگاه میکند. با استاد ظفر جوادوف نمایشنامه‌ها می‌آفریدیم، بازیگری می‌کردیم و استاد بسیار هدایت‌های خوبی کردند برای کتاب‌های بهترین را خواندن. بعداً استاد فاروق قاسم، استاد شادروان، عطا محمد جانوف بسیار تلقین می‌کردند که حتما هنرمند باید شعر دوست باشد، یعنی به فهمیش شعر رود و از غزلات بزرگان بسیار داند. حتی گفتند که مثنوی معنوی برای هر هنرمند این باید کتابی بالای میزیش باشد و این چیزها وادار میساخت که بسیارتر خوانیم، ایجاد کنیم و تخیلات پیدا شود. و تمام این نمایش‌ها که شما نامبر کردید از لحاظ عقیده من یعنی آفریده یک من نیست، آفریده مردمی که با من هم صحبتند، من با آنها هم صحبتم و ایده های بسیارش آنها میتیند از آن آنها هم است. اسب آماده است خوجم. چیزی از خوراک برایتان تهیه سازم. تا آنی که خونبه‌های پدر نستانم آرام نگیرم، از خواب و خور بیزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود به تو آدمی نیک. درود به تو ای مسافر. میبینم که خاطر پریشانی. آره، مردی هستم گریزه، از خصم خود ترسیده. چی حاجتی داری به ما؟ سرپناهی ندارم، ناچار به منزل تو را آوردم. او را به سرای ببر و نزد حریم من بهترین حجره را برایش آماده بساز و بگذار چقدری که میخواهد اینجا بیاساید. برایش همه چیز را مهیا بساز، طعامها، پوشاکها و نوشابه‌ها. بکوش و چیزی نیاز نداشته باشد، زیرا او مهمانی من است. عزت مهمان امری واجب است. تشکر به تو آدمی نیک. من این نیکی تو را در دل و دیده خود پاس خواهم داشت. آسوده باش ای مسافر، زیرا عزت مهمان امری واجب است. او را چیزی که گفتم همان بکن. بفرمایید. پندهای میافت که برای حاضره تربیه نسل جوان، عموما تربیه آدمانی که مثلا گمراه شدند، برای درست رفتن آنها خیلی متریال های خوب جستجو میکرد. هنری اکتوری شما رو قانع نکرد که به تهیه‌گری گذاشتید یا به سیناری نویسی گذاشتید؟ به یک هنرمند، به یک انسان، به یک مرد چیز هنر کم است. در روند این کارها یعنی در دل من پیدا شد که به سینما هم رو آورم و خوشبختانه در دورانی که من در تئاتر قرآن‌تپه کار میکردم، تئاتر موسیقی مسکوی شهر قرآن‌تپه نام داشت، با دعوت کیناستودیایی به نام گورکی در آنجا نقش آفریدم در فیلم جهانی شوی و بعدا در اون وقتها مالدام فیلم میگفتند در مالداویا. اونجا نقش آفریدم در کیناستودیوی ادیسا و کار ریژیسور رو دیدم که خیلی زحمت طلب است و یک دید و یک تخیلات خود را دارد. بعد به تلویزیون تاجیکستان به کار آمدم و در این تلویزیون فیلم های اشک مادر، تقدیر، زوال صفا، مهر مادر، این فیلم ها را نواربرداری نمودیم. به این طرف گذارید من جوگتان درست کنم. کلین جان، این پگویی با دستی راست خیستید امروز. ها اما جان،
اما جون باز یکان چیز خبر کشی نکنی پسرتون آمدم فراموش نکنید که مهمونی اومدگی یک دو روزه باز در این حولی من میمونم و شما خاطر جمع باشید کلین جان گفتی شما میشود من یکان چیز نمیگویم خاطر نشو کلین جان من گپی تو را دو نمیکنم همش رو اجرا میکنم اول این فیلمی که من خودم فیلم برداری کردم و سینر هم از آن من بود تقدیر بود که اونجا استاد نورالله عبدالله نقش اساسی رو بازیدند و در این فیلم برخورد جوانان با تفکری پیرانه بود یعنی فرزندان جمع می شوند و وقتی که پدرشان یعنی به سن و سالی می رسد دیگر قدرتی آوردن بردن زندگی را ندارد و مقابل او گویا که برخورد می کنند. کجاست مهر و محبت فرزندی؟ در انمون صحنه ها یا اینکه در نویله ها در فیلم ها یعنی هم کارگردانی میکنید هم مؤلف هستید و هم هنرمند نیست هستید یعنی خود شما چه خیلی که گفتید با یک مرد چه هنر کم است و یک باره این همه هنرها رو با هم یک جا اجرا کردن کاری دشوار نیست؟ راستی گپ این کار بسیار هم دشوار است. پیش از اون که من به نوار برداری شروع نمایم 2 روز 3 روز اول خودم تمرین میکنم مشق میکنم تا خودم آماده نباشم نوار برداری رو شروع نمیکنم. بعد همراه هنرمندا کار میکنیم. استادان بزرگ ناصر حسن، نورالله عبدالله، بابا جان حسنف، زلخمار ابراهیم و سعادت عزیز و اونا هم هنرمندانی اصیلند. در وقت نوار برداری ها در وقت کار حتما به من کمک میکنند. همیشه با کارهای خود میتواند تماشابین رو مخلصان رو همکاران رو مفتون کنه. خدا جان خدا جان اگر من هم اوچه می داشتم بازی در نزدی صندلی یا پیشگاه نشسته در جای گرم قیماق چای گرم می نوشیدم. خدا جان چه جولکم چه جولکی خودم بازگشتی چه جولکم چه جون اینقدر سال کجا بودید مرا تنها مانده رفتید چه جون به مادری مشکل بوده است. همین کارها بود یعنی همین تلویزیون بود صحنه تئاتر بود کامera بود که مرا مجبور ساخت قلم بر دست گیرم شعر نویسم داستان نویسم یعنی حکایه و سیناری نویسم و بعضا وقتی که در قالب نثر اندیشه هم جا نمیگیرد من رو به دراماتورگی میکنم و یک چند نمایشنامه های کودکانه که کودک امروزه اگر امروز او کودک باشد فردا اون خلق است یعنی او رو از کودکی تربیه باید نمود با او دانش آموخت با او هنر آموخت با او درس ادب آموخت و یک چند نمایشنامه‌ای برای صحنه‌های کلان هم آفریدم. به نزدیکی اگر خطا نکنم کتابی نوی دیگری شما میبراید.
бале дар дораи наср як китоберо бо ҳамроҳи эҳсонҷон яъне омода кардам. ӯ ҳамчун муҳаррир аст ва як чанд нависандаҳо онро хонданд, худи устод Нурулло Абдулло хонданд ва як дар бораи ин китоб як чизе ҳам навиштанд. Насиб бошад дар охирҳои ҳамин моҳ он китоб бояд нашр шавад. ҳамин хеле умедворам. ҳикояҳои худро ба чоп супорид ки ман онро ҳамин хел хонда баромадам, сарсарӣ баъзе маслиҳатҳо додам ва хеле китоби хуб аст ва вай дар ин кор ҳам маълум ки хеле саҳлнигорӣ надорад, хеле пурра нигоҳ мекунад ба ин кор ҳам. модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои ҳамин ба дунё омадаанд. модар сарчашмаи ҳаёт, тоҷи офариниш аст. ганҷҳо дар дидаи намноки ӯст. ин гӯҳарҳо ашкҳои поки ӯст. ашки модар ганҷу гавҳарҳо шавад. мард аз он як қатра чун дарьё шавад. вай ҳозир коргардонам аст, ӯ сценаристам аст, менависад. вай корҳои оммавиам мебарад, режиссёри оммавиам аст дар ҳамин ҷамоатҳои ман ҳамин маъракаҳои сиёсии ман ҳамин ҷумҳуриямон. ҳунарманд рисолате дорад. рисолати ӯ яъне воқеияти зиндагиро шинохтан ва дар ин воқеият зиндагӣ кардан ва аз ин воқеият чизе бардоштану рӯи саҳна оварда ба тамошобин пешкаш намудан аст. ба ҳамин хаёлот, ба ҳамин рисолати худ саҳнаро тарк намекунӣ ва филм меофарӣ. филмофарӣ боз як хусусияти бисёр ҳам хубе дорад. дар филм агар ту тавоно бошӣ, яъне вақте ки ту идеи комил дорӣ ва офарида, яъне он офаридаҳое ки дар тахаюлоти худ, дар мағзи худ коштаи онро ба мардум ҳамчун дон гӯем, ҳамчун як ғизое пешкаш мекунӣ, дар қолаби кино офаридани он бо ҳамдастӣ бо наварбардор, бо рассом, бо он гурӯҳи эҷодие ки ту кор мекунӣ, пешниҳод намудан ба тамошобин осонтар аст. шумо бояд дар муҳлати 3 рӯз хонаро холӣ кунед, вагарна шуморо маҷбурӣ аз инҷо пеш мекунанд. додарам, дар ин хона фарзанди калони ман. ин хона танҳо ба ман дахл дорад. фаҳмидӣ? ту калламуш 5 сол дар кимгуҷоҳо гаштию имрӯз омада маро аз хонаи худам пеш мекунӣ? бас кунед! ман ҳама зиндаю шумо чизу молро тақсим карда истодаед. ман ба ҳардуи шумоён чири сӯзед дода калон кардам. наход ки барои хонаи молу чиз шумо ҷанҷол кунед. худаш чӣ гап? кадом меҳросро тақсим мекунед? аммо ин чизу чора аз они шумо. охир ба ман ҳеҷ чиз дар кор не. шумоён фарзандони ман ҳастед. наход ки ба якдигар раҳм накунед. куҷо шуди меҳру эътиқоди шумоён? باید قطره اشک شما نمیارزه چشم.
فکر میکنم اگر دولت ما دولت آرام و آسوده نباشد هیچ کس چیزی حتی یک جمله نوشته نمیتواند یا اینکه آزاد و آرام مخصوصا هنرمندان و ایجادکاران یعنی از پای کار شده نمیتوانند یا نه یعنی این همه دستگیری دولت و حکومت آرام و آسوده ماست. این وطن والاترین محراب ماست، جای خورشید ما و مهتاب ماست. رسالت هر هنرمند این محبت به وطن است، میهن پرستی است، خودشناسی خودآگاهی ملی است و در پرتو جلوی پرچم تاجیکستان ما و شما در پرتو جلو و نورهای پرچم وطنی عزیزمان ما و شما امروز زندگی داریم، آسوده و آزاد. چیزی که دلمان میکشد، چیزی که ما میآفریم، آن را روی صحنه روی نوار آورده میتوانیم. محبت وطن از محبت از دیها، از بوی دیها سر می شود و امروز ها ما میبینیم که اینقدر تاجیکستان عزیز ما، شهر و دیهات ما رشد دارد، ترقی دارد، نمو دارد و اینقدر نویسنده های نو، ایجادکارای نو. من چندین سال است که ده به ده گشته مکتب ها رو میبینم. این مکتب ها از دانشکده و از دانشگاه ها فرق ندارند، تمام شرایط در آنجا مهیاست. اکنون آموزگاری در کاری که درس گوید و خواننده طالب علمی در کار، طلبگانی در کار که علم اندازند، دانش اندازند. و همه این از چیست؟ از استقلالیت، از وحدت ما، از دوستی و یکدیگر فهمی ما و امروز از منبرهای بلندترین سازمانهای بین المللی پیشوای ملت ما، پیشوای محبوب ما برآمد میکنند و پیشنهادهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ما از طرف جامعه جهانی، کشورهای جهانی قبول می شود، دستگیری می شود. این افتخار ماست، این آبروی ملت ماست، این آبروی و سعادتمندی و شرفمندی کشور ماست. وطن محبوب ما تاجیکستان است و ما شکر میکنیم که در چنین وطنی آباد و زیبا، در چنین کشوری بهشت آسا، در چنین کشوری که اینقدر تئاترهای خوب دارد، اینقدر هنرمندان خوب دارد، نویسندگان خوب دارد، ما اینقدر بزرگانی گذشته داریم. یک خودی بابای رودکی این یک جهان است، حافظ و مولانا، بابای صدرالدین عینی و ترسونزاده، مومن قنات و لایق شیرعلی. اینقدر بزرگایی داریم که برای این ملت، برای این کشور جانبازی ها کردند. از کوروش کبیر به سپیتامین و تیمور ملیک، به اسماعیل سامانی و امام علی رحمان ما باید فخر کنیم، افتخار کنیم و همیشه در بری پیشوای مقتدر خود باشیم. تاجیکستان گلشنی عمرم، بهشتم، میهنم، هر دو عالم از برای من توی با تو منم. رشته آغاز و انجامم به تو پیوسته است، کنده از خود میشوم دل را اگر از تو کنم. جمع کرد از هر چیز یک چیز برآورد. قربان حامد برآمد. قربان حامد حاضر همه محبوب تماشابینان است، محبوب
мактаббачагон аст ва бисёр вақт бо мактабхона қатӣ дар тамоми ноҳияҳо қатӣ тайёр мекунад ҳамин барномаи тайёр мекунад барномаҳои ҳукуматӣ тайёр мекунад дар театр барномаҳо мекард дар филм дар телевизион дар киностудия куҷое ки набошем мегӯям ки ман доимо қурбонам мегӯям ки офарин худо ба ту қувват диҳад худо ба ту саломатӣ диҳад лекин оҳиста оҳиста баромади ту офарин дар ватан дарвеш ҳам дарвеш нест беватан қорун гадое беш нест гар набошад қавми моро иттиҳод ин ватандорист ҳамчу абру бод боди ваҳдат аз ватан пӯё шавад боди ваҳдат аз ватан пӯё шавад мурдаи ғурбат зинав гӯё шавад тӯшаи марди сафар ёди ватан хотири ҷамъаш дили шоди ватан тоҷикистон ای رهین اتحاد ای شده دعوت به دین اتحاد حرمتی اشک یتیمان اتحاد حرمتی اجزای قرآن اتحاد آرزو دارم که قربان همون انرژی که دارد همون خواهشی که دارد هیچگاه گم نشود با کار ایجادی و موفقیت ها میخواهم آسمانی صاف بی‌غبار و عمری دراز با برکت می‌دارم همین نیروی خودشه قوه خودشه همین کنجکاوی خودشه همین جرأت خودشه هیچ وقت گم نکنه таи чанд сол аст ки қурбони ҳомид дар ҷодаи ҳунар гоми устунуре мегузорад бо сароҳат метавон гуфт ки анқариб дар тамоми чорабиниҳои давлатӣ ин марди ҳунар ба ҳайси коргардон ва таҳиягар хидмати софдилона ва арзишмандеро анҷом медиҳад ки аз ҷониби коршиносон сазовори баҳои баланд гардидааст. Қурбони ҳомид аз зумраи ҳунармандонест ки қутбҳои ҳунарро хеле огоҳона дарк месозад. мо бошем барои ин соле ки роҳи ҳунар дар ин масир қарор мехоҳем.